بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سورة العلق، سوره علق. بعد آنه که ما تا سوره قدر رو رسیدیم و امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی به این سوره علق رسیدیم. سوره علق از نامهای او یک از نامهایش علق است که حاضر گفتیم. نامگذاری این سوره توقیفی است و جهت نامگذاری این سوره بر علق از برای واقع شدن این لفظ علق در اول این سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. علق این خون بسته را میگویم، یک پاره از خون بسته. همچنین این سوره به نام سوره اقرأ نیز مشهور و معروف است، اما این نامگذاری اجتهادی است چون با این کلمه آغاز شده است اقرأ، برای همین سوره اقرأ گفته می شود. و جهت نامگذاری این سوره بر اقرأ چون در اول این سوره این کلمه آمده است و همچنین سوره قلم هم گفته می شود. همچنین این نامگذاری هم اجتهادی است چون در این سوره هم قلم ذکر شده است. الذی علم بالقلم، آن پروردگاری که تعلیم داد بر قلم، پروردگاری که با واسطه قلم خلقش را تعلیم داد. یعنی این سوره عدد آیات های این سوره 19 است، 19 آیات عبارت است و مرحله نازل شدن این سوره باشد مکی است، در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیبش در نزول باشد اولین سوره است، اولین سوره‌ای که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد و ترتیبش در قرآن باشد 96 است، ترتیبش در قرآن 96 است و موضوعات این سوره باشد از آیه اول تا آیه پنجم امر بر قرائت است و آموختن علم و نوشتن است. از آیه ششم تا آیه هشتم باشد در بیان طبیعت انسان که فراموش خاطر است و آخرت را غالبا فراموش میکند، برای دنیا سعی و کوشش میکند ولیکن آخرت خود را فراموش میکند. اما از آیه 9 تا 19 باشد بیان تهدید طاغوتان است، بیان تهدید طاغوتان و سرپیچان و سرکشان است و مقصد اساسی این سوره این است که انسان بین تلقی گرفتن وحی الهی و پیروی از آن و بین روی گرداندن از این وحی الهی می باشد و سرکشی و نافرمانی. اما غرضهای این سوره مبارکه سوره علق در برگیرنده سه غرض اساسی را در خود دارد. اولا ابتدای وحی، ابتدای نازل شدن وحی بر خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم و بیان دوم باشد غرض دوم این سوره سرپیچی و سرکشی انسان بر آن مال و ثروت دارایی که دارد و سرپیچی کردن او از اوامر الله سبحانه و تعالی، امرهای الله سبحانه و تعالی. و سوم قصه این انسان شقی و سرپیچ سرکش ابی جهل که فرعون این امت است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم آزار و شکنجه های زیادی داد و را از نماز منع میکرد و آن آیات هایی که در حق این ابی جهل نازل شده است. مناسبت این سوره مبارکه سوره علق با سوره قبلش باشد که سوره تین است که خاتمه این سوره تین با ذکر الله سبحانه، با ذکر نام الله سبحانه و تعالی در قولش که الیس الله باحکم الحاکمین، آیا پروردگار احکم الحاکمین نیست؟ سپس سوره علق شروع شد با قرائت که بسم الله، با نام الله یعنی سبحانه و تعالی، اقرأ بسم ربک. اما مناسبت این سوره علق با آخرش باشد هنگامی که سوره علق شروع شد با قرائت نمودن، با خواندن که در برگرده علم است که این راه نجات و خوشحالی و خوشبختی است و عمل کردن با آن علم و رکوع و سجده از برای او سبحانه و تعالی که گفتیم اول این سوره 5 آیه اولی آن اولین آیه هایی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن کریم نازل شد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار حرا قرار داشتند، در آنجا الله سبحانه و تعالی را عبادت میکردند که در بر گرفته است در این سوره سجده های تلاوت. یک از سجده های تلاوت که در قرآن کریم زیاده از 14 یا 15 موضعش یکی از آنها در این سوره علق قرار دارد. آمدن ذکر تعلیم، آموختن با قلم که بعضی از این آیات در شأن ابی جهل نازل شده است و علق باشد یک قطعه سرخ از خون بسته است. برای همین در اینجا فرمود که اقرأ و ربک الاکرم، بخوان و پروردگار تو ارجمندترین است، با کرمترین است. خاص قرار داد با تعلیمات نوشتن با قلم که باقی ماندن علوم و مصالح دین و دنیا در آن قرار دارد.
برای همین در آیت 6 فرمود که کلا ان الانسان لیطغی، حقا که آدمی از حد میگذرد. و درستی که آدمی از حد گذرنده است، طاغیان و سرپیچ و سرکش است. الله سبحانه و تعالی خبر میدهد که انسان زود خوشحال و خرسند میشود و همچنین انسان بسیار سرکش و بدبخت میشود، طغیان و سرکشی میکند هنگامی که نفس خود را غنی میبیند با کثرت مال و قوه و منصب و نسب. برای همین الله فرمود در ادامه آیت که الرآه استغنی، هرگاه که خود را توانگر میبیند، با قوه و با قدرت و با منصب و با جاه و مال میبیند، طغیان میکند، سرپیچ و سرکش میشود. برای همین در آیت بعدی الله فرمود که ان الی ربک رجع، هر اینو بدونید که هر یک سرکش، هر سرکش بازگشت به سوی پروردگارش دارد، به سوی پروردگار خود حتما باز میگردد. پس چرا سرپیچی و سرکشی میکند و هر یک انسان را موافق آن اعمالش پاداش جزا داده میشود؟ تهدید میکند الله سبحانه و تعالی، نصیحت میکند، پند میدهد ان الی ربک رجع، هر اینو بدون به سوی پروردگارت بازگردنده هستی، مسیر تو، مرجع تو، بازگشت تو سوی آن پروردگار است. الله تو را با آن اعمالی که کردی حساب میکند. پس آن مال و ثروت دارایی، آن ملک و آن قدرت و عظمتی که برای تو الله امروز عطا کرد، فردا از آن حساب کرده میشوی. پس اگر نیک صرف کردی برایت نیک خواهد بود، اگر در راهی بد صرف کردی پس عاقبت آن را هم خواهی دید، عاقبت آن را هم خواهی دید. پس این سوره مبارکه، سوره علق، اولین سوره قرآنی است. اولین سوره قرآنی نازل شدن بر محمد صلی الله علیه و سلم. یکی از مبداها، اولین سوره هایی که نازل شد بر رسول صلی الله علیه و سلم، در حالی که نمیدونستند چیست کتابت، چیست ایمان، در حالی که جبرائیل علیه السلام آمد با این رساله مبارک. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد که بخوان. رسول الله نتوانست خونده و فرمود که ما انا بقارئ، من خواننده کنستم، من خوانده نمیتوانم. در روایت بخاری و مسلم است از حدیث عایشه رضی الله عنها. و هنوز هم به او امر کرد که بخوان و بخوان و بخوان. پس الله سبحانه و تعالی این آیت را نازل کرد اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان ای پیامبر به نام پروردگارت، به نام پروردگارت بخوان که جهانیان را آفریده است، عموم خلق. سپس خاص گردون در اینجا انسان را و ذکر نمود ابتدای خلق را، آفرینش را، که فرمود خلق الانسان من علق، انسان را، آدمی را از یک پاره خونی بسته شده آفرید. آن که انسان را آفرید و تدبیر آن را بر خود گرفت که انسان را آفرید، البته که لازم است که تدبیر او را امر نماید بچه و او را عطسه نهی نماید. و این امر نهی با فرستادن رسولان قرار میگیرد، با نازل شدن کتابها بر این بندگان. پس برای همین بعدی امر فرمودن امر کرد بر قرائت که برای انسان آن را آفرید و فرمود که اقرأ و ربک الاکرم، بخوان که پروردگار تو اکرم است، با اکرام است، ارجمند است. اکرم، کرم الله سبحانه و تعالی وسیع است، احسان او بزرگ است. و از کرم الله سبحانه و تعالی این است که الذی علم بالقلم، پروردگاری که با واسطه قلم خلقش رو تعلیم داد. علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، به آدمی آنچه را که نمیدانست آموزانید و از تاریکی های جهل به سوی نور علم هدایت راهنمایی کرد. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه خبر می‌دهد که انسان را از شکم مادرش به دنیا آورد، چیزی را نمیدانست، هیچ چیزی را نمیدانست، از دنیا به دنیا آمد. برای این بنده شنوایی، بینایی، قلب عطا کرد و برای او راه آموزش علم را نیز آسان کرد و قرآن را نیز برای او تعلیم داد. قرآن را نیز برای او تعلیم داد، حکمت را برای او آموزانید، او را تعلیم داد بر قلم، قلمی که علمها را حفظ می نماید. و رسولان برای هدایت این بشریت نازل کرد، فرستانید. پس حمد و سپاس و ستایش از آن او پروردگار است که بر بندگانش این نعمت را ارزانی کرد که نه بر جزا و نه بر شکر و شکرگزاری آن را نمیتوان به جا آورد. سپس برای بندگان الله سبحانه و تعالی رزق را عطا کرد، آنها را غنی گردانید. ولیکن انسان به خاطر جهلش، به خاطر ظلمش، هنگامی که نفس خود را دارا می‌بیند، با قوت و با قدرت می‌بیند، خود را صاحب منصب و نسب می‌بیند، طغیان و سرپیچی و سرکشی می‌کند و این نفس انسان را از راه هدایت می‌زند، دور می‌کند.
و این هنگام انسان فراموش میکند که به سوی پروردگارش بازگردنده است و سپس از جزا با آن اعمالی که انجام میدهد دیگر نمیترسد. شاید حال آن را با آن چیزی برساند که هدایت رو ترک مینماید. برای نفسش دیگر هدایت رو نمیخواهد تا آن درجه ای که غیر الله را دیگر دعا میکند، از او کمک یاری مدد میطلبد. سپس الله سبحانه و تعالی این بنده را نیز ترک میکند. نماز خود را دیگر ترک میکند، نمازی که از نیکوترین عمل هاست که ترک آن طغیان و سرکشی و کفر است بر ایمان. از برای همین الله سبحانه و تعالی از این شخصی سرپیچ و سرکش میگوید که ارایت الذی ینها، ای پیامبر آیا دیدی آن کس را که منع میکند؟ مراد از کسی که منع میکند این ابو جهل است. در زمان خود ابو جهل بود، ولیکن این منع کننده ها از راه هدایت، راه توحید سنت و راه دین در هر در و زمان زیاد هستند. این طاغیه و این سرپیچان. ارایت، ای کسی که منع میکنی، ای کسی که منع میکنی آن بندگان رو که نماز میگذارن، بنده نمازگزار علی الهدى که در هدایت است، بر علم، بر حق و عمل صالح است، او امر بالتقوى، او امر که غیرش رو امری بر تقوا و پرهیزگاری می نماید. آیا نیک است که تو رو از آن کار من بسازی؟ آیا این خوب است؟ آیا تو آن را من نمی کنی از آنچه که بزرگتر از آن است که این دشمنی بر الله، دشمنی بر حق است؟ پس این کار را انجام نمیدهد مگر آن کسی که هدایت را نمیخواهد و از حق روی گردان سرپیچ است، یا اون کسی که غیرش را بر خلاف تقوا و پرهیزگاری راهنمایی میکند، پس او در گمراهی عظیم است. ارایت این کان علی الهدى، آیا ندیدی ای من کننده که باسوی ابو جهل و هر کی سرپیچ سرکش است و بندگان الله را از عبادت من میکند، آیا ندیدی ای من کننده اگر آن مرد یعنی محمد برای هدایت میبود پس چگونه او را باز میداشتید؟ او امر بالتقوى، یا که به تقوا و پرهیزگاری فرمان میداد. ارایت این کذب و تولی، آیا ندیدی ای محمد من کننده اگر دروغ برارد حق را، دروغ بشمارد حق را و از فرمان روایی روی گردان شود، آیا از عذاب پروردگار نمی ترسد؟ ارایت این کذب، اگر که دروغ بشمارد این من کننده حق رو و تولی از امر پروردگار سرپیچی نماید، آیا نمی ترسد از عقاب الله سبحانه و تعالی، از عذاب او؟ الم یعلم بان الله یرا، آیا مگر ندانسته است که هر چی رو که میکند الله میبیند؟ الم یعلم بان الله یرا، آیا نمیداند، آیا درک اندیشه نمیکند، نمیفهمد که هر چی رو الله سبحانه و تعالی میبیند؟ امر چنین نیست که این ابو جهلیان این چنین میپندارند. الم یعلم بان الله یرا، آیا نمیپندارد، اندیشه نمیکند، نمیبیند که الله سبحانه و تعالی آنها را میبیند؟ آیا آن کاری که انجام میدهد؟ پس الله سبحانه و تعالی یک وعید برای این منع کننده ها از راه دین میگوید. کلا لئن لم ینتهی، نه هرگیز چنین نیست. لئن لم ینتهی، اگر از این کارش باز نگردد، باز نایستد، لنصفعا بالناصیه، این بدبختیش رو در پیشانیش خواهیم کشید، خواهیم نویشت این سرپیچیش رو، این بدبختیش رو. اگر به این حالش رفتن بگیرد، سرپیچی و سرکشی نماید و مردم را از راه حق بیزند، من بیسازد و اهل حق را از دعوتشون باز بیدارد، از آنچه که میگوید و انجام میدهد. لنصفعا بالناصیه، ناصیه کاذبه خاطئه، که پیشانه دروغگوی و گناهکار و خطاکار است. دروغگوی در قولش، خطاکار در عملش است، در کارهایش است. فلیدع نادیه، پس در این هنگام یاران خود را دعوت نماید. فلیدعو، دعوت نماید. پس این امان حق است که بر آن عقاب کرده می شود. نادیه، اهل مجلس خود را، اصحاب و دوستان یاران خود را که در اطراف او بودن کمکش نمایند در آنچه که بر او نازل شده است، با او فرود آمده است. چون سندع الزبانیه، چون ما فرشتگان مأمور دوزخ را صدا میخوانیم، فریاد میزنیم. فرشتگانی که مأمور بر دوزخ هستند تا که او را بگیرند و او را عقاب نمایند. پس بینگرد کدامی از این دو گروه قوی هستند. سپس آنها با اصحاب یارانش، این سرپیچان سرکشان، این متمردان، این طاغوتان و طغیانگران، یا ملائکه های عذاب. این حالت انمون کسان است که من میکنن مردم را از عبادت الله سبحانه و تعالی. آنها را الله بر عقوبت، بر وعید شدید گرفتار میکند. این حالت اون کس است که من میکنند عبادت الله سبحانه و تعالی را. سپس فرمود که کلا لا تطیعه واسجد واقترب،
کلا هرگز چنین نیست. هرگز تو از اونها اطاعت و فرمانبرداری نکنه ای محمد و ای امت محمد. از این طاغی ها هیچ وقت و هیچگاه در هیچ دور و زمان و مکان شما از اینا پیروی نکنید و از اینا فرمانبرداری هم نکنید، چون خسارت و هلاکت تام در این دنیا و آخره برای آنهاست. فسجد، اینها را گوش نکنید، اطاعت نکنید، برای پروردگار خود عبادت نمایید، سجده نمایید، واقترب و با پروردگار خود نزدیکی نمایید با نوعهای گوناگون از طاعت عبادت ها که افضل ترین آنها لا اله الا الله است، سپس نماز است و سپس بقیه قربات هایی که هست. همه این به سوی رضای الله می آورد، به سوی نزدیکی به پروردگار. این آیات ها عام از برای هر یک کسی که از راه هدایت من میکند است، از راه هدایت میزند است، چون مردمان گوناگون زیاد هستند که از راه حق مردم را باز می‌دارند، از راه کتاب و سنت مردم را با راه‌های گوناگون باز می‌دارند. فرقه‌های گمراه و بدبخت و سرکش زیاد هستند، فرقه‌هایی که منتسب بر اسلام هستند و کسانی که همچنین از اسلام و از مسلمین هستند هم مردمان را از راه هدایت صحیح و درست باز می‌دارند، در شأن آنها داخل می‌شود، نوبسته از مذهب و ملت و شخصیت و منهجش، اگرچه که در شأن ابو جهل نازل شده باشد. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را از نماز باز داشت، او را بد دید و او را آزار و اذیت داد، چون یک در روایت مسلم و احمد از حدیث ابی هریره است. این است تفسیر سوره علق. تفسیر سوره علق.